سلام، به کانال من خیلی خوش اومدین. امروز قراره با هم آموزش این رولت شکلاتی نرم و لطیف همراه با فیلینگ توت فرنگی رو ببینیم. یه انتخاب فوق‌العاده شیک برای مهمونی هست، پس حتما امتحانش کنید. با درست کردن سس توت فرنگی شروع میکنیم. اول سر توت فرنگی ها رو جدا میکنیم و به قطعات ریز خوردشون میکنیم. میریزیمشون توی قابلمه و با شکر و آب روی حرارت ملایم اجازه میدیم 1 رو 20 دقیقه بجوشه و توت فرنگی ها کاملا نرم و سس غلیظ بشه. دقت کنید که حتما کف روی سس رو میگیریم. این سس نه تنها برای فیلینگ رولت خیلی خوشمزه است، بلکه برای انواع کیک ها هم میتونید ازش استفاده کنید. سس رو توی کاسه میریزیم و میذاریم که سرد بشه. بعد برای فیلینگ رولت ازش استفاده میکنیم. برای درست کردن رولتمون اول مواد خشک رو 3 مرتبه علک میکنیم و کنار میذاریم. به تخم مرغ احتیاج داریم که زرده ها و سفیده ها رو از هم جدا میکنیم. سفیده ها رو کمی با همزن میزنیم تا کف کنه. بعد شکر اضافه میکنیم و مجدد با همزن میزنیم تا فرم بگیره. و بعد میذاریمش توی فریزر. میریم سراغ زرده ها که با شکر با همزن میزنیم تا فرم بگیره و کرم رنگ و کشدار بشه. وانیل رو اضافه میکنیم. تو این مرحله حتما کاسه رو دورگیری میکنیم تا همه مواد به خوبی با هم ترکیب بشن. در آخر روغن رو اضافه میکنیم و مجدد مواد رو میزنیم. بعد زرده ها رو به سفیده اضافه میکنیم. به آرومی فولد میکنیم. و در آخر هم مواد خشک رو طی 2-3 مرحله روی مایع تخم مرغیمون علک میکنیم. خیلی آروم این مرحله رو انجام بدید چون توی کیفیت نهایی رولتمون خیلی تاثیر میذاره. چند تا نکته رو اینجا بهتون میگم. قبل از اینکه شروع کنیم مایع رولتمون رو آماده کنیم، فرمون رو میذاریم گرم بشه. بعد سینی فر رو آماده میکنیم که یه سینی 30-40 برمی‌داریم، کفش رو چرب میکنیم، کاغذ روغنی پهن میکنیم و مجدد روش رو چرب میکنیم. بعد از اینکه مایع رو به خوبی فولد کردیم و تمام قسمت ها با هم ترکیب شدن، مایع رو میریزیم توی سینی فری که آماده کردیم. با یه پالت مایع رولت رو به طور یک دست پخش میکنیم. بعد 2-3 مرتبه به سینی ضربه میزنیم تا هوادهی بشه. سینی رو توی فری که از قبل گرم کردیم میذاریم و به مدت 10 الی 15 دقیقه مایع رولت رو میپزیم. سینی رو از فر خارج میکنیم و روش کاغذ روغنی و حوله میذاریم و به کمک یک توری سینی یا سینی نون رولت رو برمیگردونیم. کاغذ روغنی رو جدا میکنیم و از عرض رولتمون رو رول میکنیم. میذاریم کنار تا کاملا سرد بشه. برای درست کردن خامه فرم گرفته بین رولت میتونیم از خامه قنادی استفاده کنیم که کمی وانیل اضافه میکنیم و خامه رو فرم میدیم. رولت رو باز میکنیم. بینش رو سس توت فرنگی قرار میدیم و سس توت فرنگی رو به کمک پالت در همه قسمت های رولتمون پخش میکنیم. اینطوری همه قسمت های رولت پوشیده از سس توت فرنگی میشه.
خامه فرم گرفته رو هم در همه قسمت‌های رولت پخش می‌کنیم. هرچه خاممون سفت‌تر باشه راحت‌تر میتونیم این کار رو انجام بدیم. به کمک کاغذ روغنی دوباره رولتمون رو از عرض رول می‌کنیم و یه حوله تمیز دورش می‌کشیم و می‌ذاریم توی یخچال تا خنک بشه. توی این فاصله میریم سراغ درست کردن سس شکلاتمون. به این صورت که شکلات چیپسی رو با خامه مخلوط می‌کنیم و می‌ذاریم توی مایکروویو به مدت 30 الی 40 ثانیه تا شکلات ذوب بشه. ظرف رو از مایکروویو خارج می‌کنیم و شکلات و خامه رو مخلوط می‌کنیم تا سسمون اینجوری غلیظ و یک دست بشه. رولتمون رو باز می‌کنیم. سس شکلات رو یک دست یک نواخت روی همه قسمت‌های رولت پخش می‌کنیم. ببینید چقدر براق و خوش رنگه. حتما امتحانش کنید. ترکیب این سس شکلاتی با فیلینگ توت فرنگی و خامه بسیار خوشمزه است. بعد با یه تلخ روی سطح رولت رو صاف می‌کنیم. میتونید روی سطح رولت رو پودر کاکائو بپاشید، اینطوری طعمش خیلی خوشمزه تر میشه. بعد رولت ها رو برش میزنیم. همینقدر لطیف و خوشمزه و جذاب. من این ویدیو رو از کانال مامانم ناهید بانو برداشتم که کانالش رو بالای صفحه براتون قرار میدم. حتما به کانالش سر بزنید. مرسی که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.